درود دوستان، امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم یه چیزی که ذهنمو خیلی درگیر کرد راجعش باهاتون صحبت کنم. چند روز پیش تو جمع یه سری از دوستان نشسته بودم. یکی از آدما برداشت گفتش که به یه نفر دیگه گفت تو بچه‌هاتو میاری سر کار بهشون پولم میدی؟ بعد در جواب برداشت دوستمون گفت ببین، من به اینا پول تو جیبی نمیدم. اینا هر بار که بیان سر کار حقوق میگیرن از من. و در جوابش طرف مقابل براش گفتش که بچه‌هاتو پرتوقع نمی‌کنی؟ بعد این دوستمون براش گفتش که نه، دارم به بچه‌هام یاد میدم رایگان برای کسی کار نکنن. این خیلی مهمه. این خیلی مهمه که بچه‌هاتو چجوری بار میاری. تو فکر میکنی که فقط برای تو اونجوری میشن، فقط برای تو بیچون و چرا میگن باشه، میگن چشم، ولی نه، تو داری یه آدمی رو پرورش میدی که تو جامعه هر چیزی رو ازش بخوان میگه چشم، میگه باشه. تو فکر میکنی که فقط بچه تو مسئولیت همه چیزو برای تو گردن میگیره، ولی اون آدم تو جامعه مسئولیت هر اشتباهی که حتی نکرده باشم یاد میگیره بر عهده بگیره. چرا؟ چون تو همچین بچه تربیت کردی. چقدر خوب میشه که آدمای دور اطرافمون رو درست هدایت کنیم. بعضی اوقات پدر مادرها احساس میکنن که خیلی کار خوبی میکنن، به بچهشون یاد میدن هر چیزی که شد بگه چشم، بگه باشه، بیچون و چرا. بعد اون بچه تو جامعه هم همین آدم میشه. هر اتفاقی که بیفته، هر چیزی که ازش بخوان، بیچون و چرا یاد گرفته که بگه باشه، سرخم کنه و باعث بزرگترین آسیباش بشه. اکثر اوقات فکر میکنیم آدما برای ما فقط اینجوری میشن. نه، چیزایی که ما یاد میدیم، به بچه هامون یاد میدیم، به آدمای دور اطرافمون یاد میدیم، تا ابد روشون میمونه. اگه تو به بچت یاد بدی که زیادی وابسته باشه، تو آینده خیلی آدما از سر وابستگیش آزارش میدن، چه دوست باشه، چه رفیق باشه، چه همدمش توی رابطه باشه. وقتی اون آدم بیش از حد وابسته شده باشه، بهش یاد دادی که وابستگی زیاد به آدما داشته باشه، اون آدما به خاطر وابستگی، به خاطر چشم گفتنش، به خاطر نپرسیدن سوال، به خاطر اینکه بهش یاد ندادی بگه چرا، وقتی کاری رو ازش میخوای، وقتی میفهمه اشتباه کرده، وقتی بهش اجازه نمیدی بگه چرا، اجازه نمیدی بفهمه که چه اشتباهی کرده، چه کاری درسته، چه کاری غلطه، وقتی فقط فرمان بردار پرورش میدیم، اون نه تنها به فرمان ما بلکه به فرمان همه آدمای دور اطرافش تو کل زندگیش میگه چشم. این خیلی مهمه که ما از آدمای دورمون چی میخوایم بسازیم. ما میخوایم چجور آدمی رو تربیت کنیم. ما به آدمای دور اطرافمون چی یاد میدیم. هیچ وقت سعی نکنید آدمای فرمان بردار بسازید. آدمایی که به جز چشم و باشه چیز دیگه ای بلد نیستن. آدمایی که اعتراض کردن بلد نیستن. چه تو رابطتون باشه، چه بچه‌تون باشه، چه هر کسی که دور اطرافتونه. این کارا، این رفتارا، این چیزا فقط باعث آسیب میشه. شاید شما یه روزی نباشید، ولی اون آسیبا تا ابد روی آدمای دور اطرافتون میمونه. امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.